سلام بچه‌ها، امیدوارم عالی باشید. ما توی این پیج قراره از 0 پیانو تا 100 یاد بگیریم. حالا اگه میخواید شما هم با من توی این پیج همراه باشید که بتونید پیانو رو خوب بزنید و بلد باشین، لطفاً سابسکرایب یادتون نره، لایک ویدیو رو بزنید. اگه دوست داشتین برای بقیه شیر کنید که اونا هم ببینن و با شما یاد بگیرن. خب بچه‌ها، بیسیک ترین چیز ما توی پیانو کلید فا و کلید سولن. کلید فا و سول چی هن؟ کلید فا میشه دست چپمون که از اینجا تا اینجا حدوداً و کلید سول میشه دست راستمون. خیلی راحته. حالا ما تو پیانومون 7 نوت داریم که دو، ره، می، فا، سول، لا و سی. چند تا شد؟ 1 2 3 4 5 6 7. همون جوری که گفتم 7 داریم. حالا بین این کلید یا کلاویه‌های سفید کلاویه‌های مشکی هستن که به 2 دسته تقسیم میشن: بمول و دیز. حالا بمول و دیز چی هن؟ الان من میخوام بهتون یاد بدم که بمول و دیز چی هن. بمول مثلا ما میخوایم ره رو دیز و بمولش رو پیدا کنیم. دیز میشه اولین نوت سمت راست اون همون نوتی که ما هستیم، یعنی این ره سمت راستش میشه این. گوش کنید این هستش ره دیز. حالا ره بمول چیه؟ اولین نوت سمت چپ اون نوتی که ما میخوایم پیدا کنیم. این خود ره، این ره دیز. حالا ره سمت چپش. گوش کنید چند بار. خب حالا شما به من بگید که سول دیز کجاه؟ همون جوری که گفتیم ما گفتیم سول، درسته؟ این سوله. دو، ره، می، فا، سول. حالا ما گفتیم دیز چه نوتیه؟ اول نوت سمت راست، پس میشه سول دیز. سول دیز این نوته. حالا شما به من بگید سی بمول چی میشه؟ این از سی. ما گفتیم بمول اولین نوت سمت چپ اون نوتیه که ما میخوایم. این سی، این هم سی بمول. حالا حتما بمول و دیزا این کلاویه‌های سیاه نیستن. مثلا الان می دیز چی میشه؟ این می اولین نوت سمت راستش فاه، ولی این کلاویه مشکی نیست. یا مثلا سی دیز میشه دو، یا حتی دو بمول چون اولین نوت سمت چپه، یا مثلا فا بمول. پس حتما نوت های دیز و بمول از این کلاویه‌های مشکی نیستن. چیز بعدی که تو اولین ویدیو میخوام بهتون یاد بدم زیر، صداهای زیر و صداهای بم. صداهای زیر چی هن؟ صداهای بم چی هن؟ صداهای زیر به صداهایی میگن که صداشون دخترونه است، یه جورایی زنونه است، مثل این صدا. حالا صدای بم چیه؟ دقیقا برعکس زیره، صدای مردونه یا همون صدای کلفت. این شد از صداهای زیر و صداهای بم. چیزهایی که شما یاد بگیرین واسه یه پیانیست حرفه‌ای شدن اینه که نوت خونیتون رو قوی کنید. ما همون جوری که میدونید، مثلا من این صفحه از یه آهنگی رو میارم. ما 5 تا خط داریم. 5 تا خط داریم برای هر کلید. مثلا کلید سول 5 تا خط داریم که میتونیم روشون اون نوت‌ها رو نشون بدیم. ما به این 5 خط میگیم 5 خط حامل. فرض کنید
5 خط حامل این 5 تا انگشت منه. شما الان مثلا میخواید نشون بدید می کجاست. نمیدونید دیگه. اگه شما یکی از کسایی باشید که بیسیک باشین نمیدونین چجوری می رو نشون بدین. من اینجا براتون یه جدول گذاشتم که تمام نوتا رو دونه به دونه نشون میده که کجای 5 خط حامله. کم کم رسیدیم به آخر ویدیو که من از شما میخوام برای اینکه بهتر پیانیست بهتری بشید و راحت‌تر بتونین پیانو رو بزنین، روزی 1 ربع نیم ساعت نوت خونی کنین. شما مثلا میتونین با اون عکسایی که بهتون نشون دادم همینطوری واسه خودتون 5 خط حامل رو بکشین روش، هر جایی میخواید روی همون 5 خط حامل، هر جایی از این 5 خط میخواید اون نوت رو بکشین و بگین چه نوتیه. نیم ساعت این کار رو بکنین روزی، خیلی نوت خونیتون بهتر میشه. ما به این هنر یا اسکیل همون جوری که یکم پیش گفتم میگیم نوت خونی. پس تا ویدیو بعدی، فعلا بای بای.